أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 9 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس دهم را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و بینندگان و خواهشمندان آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب نعتی، باب در موضوع نعت صحبت می کند. پس ما و شما در درس های گذشته گفتیم اسم در 7 جا مرفوع می شود، در 7 جا. پس 6 تای اون را خواندیم. یکم گفتیم فاعل، دوم نائب فاعل، سوم اسم کان، چهارم خبر این و پنجم مبتدا و ششم خبر. این 6 تا را ما و شما به آخر رسانیدیم. اکنون حالا ما و شما هفتمش را میگیریم. گفتیم که هفتم نامش توابع هست. توابع همگی 4 تا هست. پس توابع همیشه از مرفوعات نیست. توابع وابسته به ما قبلش مرفوع باشد. پس تابع ما قبل را پیروی کرده خود تابع همچنین مرفوع می شود. چطوره که حالا در این درس خواهیم خواند. صاحب کتاب میگوید باب نعتی، باب درباره نعت است. پس در ذهنتون داشته باشید نعت، صفت، وصف، هر سه اینها یک سخن هستند، یک گپ هستند، فقط نامشون فرق میکند. بعضی از عالم های گراماتیک زبان عرب نعتش میگوید چطوری در اینجا میبینید و در این کتاب خوانده ایستاده. بعضی ها وصف میگویند، بعضی ها صفت میگویند. هر سهش یک موضوع است و یک مقصد دارد. و اکنون یعنی نعت چی؟ نعت چی هست؟ ببینید، مثلا من میگویم قام زیدون. ما و شما از گذشته میدونیم قام فعل ماضی است، زیدون فاعل قام هست. زیدون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. خب اکنون ما را فهمیدیم. اینجا کلمه عاقل آمده است. عاقل رو چی حرکت بتیم؟ آخرش را عاقله بگوییم، عاقلی بگوییم، عاقلو بگوییم، چی بگوییم تا اینکه درست شود سخن ما. انا همین عاقل در اینجا تابع هست زید را، یعنی که در زیر کلمه زید است. زید که مرفوع هست، این هم اکنون چی می شده است؟ مرفوع می شده است. دقت دادید؟ پس قام زیدون العاقلو، زیدون مرفوع هست، عاقلو همچنین مرفوع می شود. برای چی بگوید کس؟ میگیم نعت است. نعت تابع ما قبلش است. ما قبلش این را منعوت میگویند یا موصوفش میگویند. موصوف یا منعوت مرفوع کی هست، نعت یا صفت مرفوع می شود. دقت دادید؟ اکنون رأیت زیدن، دقت بتید، زیدن منصوب است. اکنون عاقل را چیکار میکنیم؟ پس اکنون فهمیدیم عاقل تابع ما قبلش هست. وقتی زیدن منصوب است، عاقل باید منصوب شود. پس میگویم رأیت زیدن العاقله. زیدن مفعول به، رأیت منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. درس های آینده میخونیم مفعول به چی است یا حالت های نصب ان شاء الله خواهیم خواند. العاقله زید را پیروی کرد، در آخری حرکتش منصوب شد. از این حساب میگیم این تابع هست.
یعنی پیرو است. چی رو پیروی میکند؟ ما قبلش پیروی میکند. منعوت یا موصوف پیروی میکند که را نامش نعت است یا میتونیم صفتش بگوییم. سیوم حالت مررت بزیدین، با حرف جارکی از زیدین مجرور شد. اکنون این کلمه آخر ما چیکار بکنیم؟ پس میگیم این تابع هست. وقتی زید مجرور شد باید این عاقل مجرور شود تا اینکه بگوییم بزیدین العاقلی. چطور گفتیم؟ این تابع زید است. زید حرکتش تغییر یافت، منعوت. ما کلمه زید نمیگیم زیرا که منعوت شاید خالد باشد، شاید احمد باشد، شاید محمد باشد. از این حساب میگیم منعوت حرکتش تغییر یافت، نعت همچنین حرکتش تغییر یافت. چطوری که ما دیدیم قام زید العاقل، رأیت زیدا العاقل، مررت بزید العاقلی. ترجمهش قام زید العاقل، خیز زیده که با عقل هست، صاحب عقل هست. رأیت زیدا العاقل، دیدم زید رو که با عقل هست. مررت بزید العاقلی، گذشتم به نزد زیده که با عقل هست. دقت دادید؟ پس عاقل صفت است. هر صفتی که باشد، مثلا بگو که خیز زیده که قدش بلند است، میگو که قام زید الطویل، رأیت زیدا الطویل، مررت بزید الطویل. دقت دادید؟ هر نعت را صفتش که میکنی، هر صفت را که بیار، انمی طور ما قبل منعوت خود را پیروی میکند. پس این بود درباره نعت معلومات. اما اینجا مثال هایی که نوشتگی هستیم و این چیزهایی که نوشتگی هستیم، حالا فایده اینها را میبینیم که اینها چی هستند. ببینید میگوید که النعت، نعت میگوید تابع للمنعوت. نعت این نعت است. نعت تابع است. چی را تابع میکند؟ چی را پیروی میکند؟ منعوت را. اینجا زید منعوت است. پس نعت تابع است میگه منعوت را. در چی پیروی میکند؟ میگوید فی رفعه، در حالت رفع. منعوت رفع است، مرفوع است، عاقل. نعت همچنین مرفوع میشود. و نصبه، در حالت نصب. منعوت منصوب است، همچنین نعت منصوب میشود. زیدن العاقله. و حالت خفض، حالت جر. ببینید زیدین مجرور است، مخفوض است، عاقلی مجرور می شود. منعوت مجرور است، نعت مجرور شد. بزیدین العاقلی. دقت دادید؟ همچنین میگوید و تعریفه، در معرفه بودن هم میگوید. در معرفه بودن همچنین میگوید پیروی ما قبلش هم میکند. اکنون ببینید زیدون معرفه است. نام های آدم ها ایرا علم میگویند. علم معرفه است. وقتی که زیدون معرفه کی است، العاقلو را همچنین چکار کردیم؟ ما معرفه کردیمش، الف لامش دادیم. ببینید الف لام یکی از وسایل از صاحب کتاب رو بیان میکند. الف لام یکی از وسیله های است که نام نکره را، غیر معلوم را معرفه میکند، معلوم میکند. پس اکنون این عاقل معرفه شد برای که نعت است این و ما قبلش منعوت معرفه بود. مثال دیگر، جا قام بگوید، همین فعل رو بیارید. قام رجلون. دقت بتید، رجلون الف لام ندارد. اکنون در اینجا چی میگوییم؟ عاقل صفتی نعت رجل است، پس این منعوت است. این چیکار میکند؟ ما قبلش پیروی میکند. پس میگیم قام رجل العاقل. دقت دادید؟ صاحب کتاب گفت که فی تعریفه، در معرفه بودن. چطوری که ما دیدیم زید معرفه است، عاقل را همش الف لام دادیم. العاقلو، العاقله، العاقلی همش الف لام دارد. میگه در معرفه بودن پیروی ما قبلش میکند. همچنین میگه و تنکیره، در نکیره بودن ما قبلش پیروی میکند. قامه بگوید رجلون نکیره است، پس عاقلون میگوییم. رجلن، رأیت رجلن عاقلن. رجلن چی است؟ رجلن نکیره است، پس عاقلن به الف لام میگوییم. عاقلن چیکارش میکنیم؟ نکیرش میکنیم. و مررت برجلین، دقت بتید، برجلین عاقلین میگوییم. زیرا که منعوت است، این نعت است، ما قبل منعوت رو پیروی کرد در حرکت و همچنین در
معرفه و نکره بودن که اینجا نکره که بود منعوت، نعت همچنین نکره شد. دقت دادید؟ اکنون پیش از اونه که مثال های صاحب کتاب را بخونیم بیایید یک فایده براتون پیشکش بگردانم. نعت در زبان عربی دو نمود می شود. میگن النعت الحقیقی و دویم نمود، یکم نمودش است نعت حقیقی، دویم نمودش النعت السببی، نعت سببی. نعت حقیقی چی است؟ نعت سببی چی است؟ ما چی طور بشناسیم؟ پیش از اونه که ما این را بشناسیم نعت حقیقی چی است، نعت سببی چی است، اولا میخواهم برای آخر حرکت یا آخرش بگویم یا درباره نوشتنش که نعت حقیقی از 10 چیز در 4 چیز یکدیگر را پیروی میکنند. یعنی چی؟ از 10 چیز در 4 چیز یکدیگر را پیروی میکنند. چی معنا دارد؟ معناش همین است، بیاید ببینید. انحی ما گفتیم از 10 چیز، او 10 چیز چی است؟ بیایید الاعراب، اعراب را ببینید. حالتهای آخر کلمه، آخر اسم چند نمود میشد؟ 3 نمود. 3 نمود میشد: رفع، نصب، خفض. 3 تا را در یادتان بگیرید. پس حالت اعرابی 3 تا است. این 3 ما گفتیم 10 چیز، او 10 چیز چی است؟ بیایید به 10 چیز شناس شویم. 3 تاش را یافتیم. دوم تعریف و تنکیر، معرفه و نکره، یعنی معلوم و نامعلوم بودن. پس این 2 نمود است: المعرفت و النکرت. این 3 اعراب 3 تا بود، تعریف و تنکیر 2 تا، 3 با 2 چند می شود؟ 5 تا. حالا ما 5 تا را یافتیم. ما گفتیم 10 چیز است. 5 تا دیگرش چی است؟ میگوید که الجنس، جنس همون کلمه می آوردگی ما، یعنی جنسش مردانه است، مذکر است یا زنانه. پس جنس 2 نمود می شود: المذکر، المؤنث. یا مذکر است یا مؤنث، مردانه است یا زنانه. پس این 5 تا با این 2 تا چند تا شد؟ 7 تا. ما گفتیم 10 تا است. 3 چیز دیگر مانده است. اون 3 چیز چی است؟ العدد، نسبت به عدد همون نعت و منعوت ما. یک کسا گفتیم یا 2 کسا گفتیم یا 3 کسا یا جمع را. میگوید که عدد 3 نمود است: مفرد، مثنا، جمع. پس این 7 تا با این 3 تا چند می شود؟ 10 تا. دقت دادید؟ ما گفتیم از این 10 چیز نعت منعوت را در 4 چیز، نعت منعوت را در 4 چیز پیروی میکند. یعنی چی؟ چی طور؟ بیایید انا همین کلمه زیدون العاقل را میبینیم. زیدون منعوت است، عاقل نعت است. ما گفتیم از 10 چیز 4 چیز در پیرویش کرده است. اون 4 چیز چی است؟ بیایید میبینیم. ببینید یکمش حساب اعرابش، حساب اعراب از این 3 دانه 1 تاش رو میگیرد. دقت بدید، از این 3 تا از حساب اعراب 1 تاش رو میگیرد. پس زیدون مرفوع هست، رفع 1 تا را گرفت، رفع. بله مرفوع است، رفع است. پس العاقل مرفوع شد. ببینید العاقل در اعراب در حالت رفع ما قبلش پیروی کرد. 1 تا چیز، ما گفتیم از 10 چیز 4 چیز در پیروی میکنیم. 10 چیز اکنون دانستیم، اکنون 4 چیز رو میخواهیم بدانیم. یکمش که در حالت رفع بود، زیدون منعوت، العاقل همچنین در حالت رفع شد، 1 تا. بیایید دویمش رو میگیریم: تعریف و تنکیر، معرفه و نکره. اینجا 1 تا چیز میگیره، 3 تا را گرفته نمیتونه، زیرا که یک کلمه 3 حرکت، هم ضمه و هم فتحه و هم کسره قبول کنه نمیتونه. پس از اینجا 1 چیز رو گرفت. اکنون از این خانه دوم از تعریف و تنکیر با 1 چیز دیگر را میگیرد، یا معرفه را یا نکره را. میبینیم زید معرفه است. پس ببینید معرفه، العاقلو منعوت پیروی کرد، چند معرفه شد. از اینجا باز 1 تا دیگر را گرفت، 2 چیز را گرفت. دقت دادید؟ از 10 چیز 2 چیز را گرفت. میگذاریم در سیومش، خانه سیوم. ببینید خانه سیوم اینجا اشتباه شده است در رقم نویسی. اینجا خانه چند می شود؟ این خانه الجنس، خانه 3 و العدد 4. العدد 4. دقت بدید، خانه 3 جنس مردانه و زنانه بودن، مذکر مؤنث. پس ببینید منعوت رو میبینیم مذکر است، مذکر که هست العاقلون تابع، نعت
همچنین ما قبل پیروی میکنه خودش مذکر شد. از این خونه یک چیز دیگر را گرفت، 3 چیز شد. چهارمش چی است؟ چهارم از عدد. زیدون، زید چند آدم است؟ یک کس. وقتی که یک کس کی است، پس ای عدد مفرد رو گرفت. پس این ما قبل را پیروی کرده چند مفرد می شود؟ پس می شود زیدون العاقلو، یک زیده که همون یک کس عاقل است. دقت دادید؟ پس از این 10 چیز 4 چیز را پیروی کرد. دقت دادید؟ از 10 چیز 4 چیز را پیروی کرد. قام زیدون العاقلو. بیایید اکنون دویومش رو میخونیم. دویومش میگه که قام رجلون عاقلون. این را شما خودتون بیاورید. از این 10 چیز در چند چیز پیروی کرد؟ از این 10 چیز خودتون بیاورید. مثلا رجلون اعراب در رفع هست، یک تر از اینجا گرفت. عاقلون همچنین رفع شد، یک دیگر را پیروی کردن. ای معرفه و نکیره بودن. رجلون ما معرفه میگیم یا نکیره؟ معلوم است یا غیر معلوم؟ غیر معلوم. یا مرد، در دنیا هزارها مرد است. پس معلوم شد که این رجلون نکیره هست. العاقلون را ببینید نکیره شد، ما قبل پیروی کرد. زیدون معرفه کی بود؟ العاقلون معرفه بود. رجلون نکیره کی است؟ عاقلون نکیره هست. دیدید؟ این 2 تا شد. سیومش از حساب جنسش، رجلون مرد است، عاقلون همچنین با صیغه مردانه آمد. دیدید؟ جنس. و از حساب عددش رجلون یک مرد است، همچنین عاقلون یک مرد آمد. دقت دادید؟ پس بگیم که از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند، معناش همین است. معناش همین میباشد. اکنون بیاید که همین را تغییر میتیم. میگیم که قامت، ببینید، هندون عاقلتون. العاقلتو الف لام دارد. کلمه که الف لام داشته باشد در زبان عربی آخرش تنوین قبول نمی کند. ببینید، قامت هندون العاقلتو. ببینید اینجا العاقلو بود، برای زید مذکر بود، العاقلو مذکر آمد. هندون زن که هست، العاقلتو مؤنث آمد. پس از این 4 چیز در چند چیز پیروی کرد؟ یکم رفع گرفت، دوم معرفه را گرفت، سیوم مؤنث را گرفت. زیرا که هندون مؤنث است، العاقلتو مؤنث شد. از اینجا میگه مؤنث را گرفت و از عدد مفرد را گرفت. زیرا که هند یک کس است، العاقلتو همچنین یک کس است. اکنون باز مثال بعدیش، قامت امرأتون عاقلتون. ببینید، امرأتون عاقلتون. این چی شد؟ خست، یک زن عاقله، یک زن با عقل. امرأتون مؤنث کی است؟ ببینید از 10 چیز 4 چیزا میگیرد. یکم رفع مرفوع شد، دوم نکره از تعریف و تنکیر، زیرا که امرأتون زن، در دنیا هزارها زن است، زن. پس این عاقلتون هم نکره آمد، هر دوشم نکره. پس مؤنث، امرأتون مؤنث کی است؟ عاقلتون همچنین مؤنث شد. امرأتون یک کس کی است؟ مفرد. عاقلتون هم یک کس شد. دقت دادید؟ و بعدش رأیت زیدن العاقله. اکنون زیدن العاقله بگویید. از این حالت اعراب رفع نه، نصب گرفت. زیدن منصوب کی است؟ نصب کی است؟ العاقله همچنین نصب شد. دوم معرفه، دوم چیز از 10 چیز 4 چیز دا گفتیم، دومش. و سوم چیزش مذکر، زیدن مذکر، العاقله مذکر اومد. مفرد همچنین زیدن مفرد کی است؟ عاقله چی اومد؟ مفرد اومد. و نکره ده رجلن عاقلا، رأیتو رجلن عاقلا. پس بیارید از این 4 چیز، از 10 چیز 4 چیز ده پیروی میکند. رجلن عاقلا، نصب، نکره و مذکر و مفرد. همین 4 چیز ده پیروی کرد. دقت دادید؟ رأیتو هندن عاقلتن. هندن عاقلتا، الف لام دارد. رأیتو هندن عاقلتا. بس دیدم هندی با عقل رو. هندی که صفت همین است که عقل دارد، با عقل هست. پس رأیتو هندن عاقلتا در حالت نصب یک تا، در حالت معرفه 2 تا، زیرا که هند معرفه است، عاقلتا الف لام قطعی معرفه شد. و سیومش جنس، از جنس مؤنث را گرفت، زیرا که هندن مؤنث است، العاقلتا مؤنث شد. و مفرد یک تگه، یک کس. خب امرأتن، رأیتو امرأتن عاقلتن. اینجا ده همچنین از 10 چیز در 4 چیز پیروی کرد. دقت بدید، یکم حالت نصب، دوم نکره از تعریف و تنکیر، دوم نکره را گرفت. و سیوم از جنس
چرا گرفت؟ مؤنث، زیرا که امرأتون زن است، عاقلتان امرأتان زن است، عاقلتان همچنین مؤنث آمد و مفرد حساب عدد یک است، یک زنه که همون یک زن عاقله است. مررتو یعنی گذشتم من بزید العاقلی، و نزد زید که عاقل است. از حالت رفع چی را گرفت؟ خفض را گرفت. از چهار چیز، یکم خفض، دوم معرفه، زیرا که زید معرفه است پس العاقلی معرفه آمد، و سیوم مذکر، زید مذکر است العاقلی مذکر آمد، و از حساب عدد مفرد است همچنین. دقت دادید؟ و برجل عاقل، مررت برجل عاقل، بی حرف جار رجل اسم مجرور، پس از اعراب خفض را گرفت و اینجا نکره را گرفت. رجلین نکره است معرفه نیست، عاقلین همچنین نکره آمد، و مذکر از جنس مذکر را گرفت، از عدد مفرد را گرفت. دقت دادید؟ اکنون زنانش، مررت بهندین العاقلتی، دقت دادید؟ گذاشتم به نزد هنده که عاقله است. هندین مؤنث کی بود؟ عاقلتی آخرش چی گرفت؟ تی تانیث مؤنث شد. پس از این چهار تا را ختم ببرید. بامرأة عاقلة، بامرأة عاقلة، دقت دادید؟ بامرأة یعنی که مررت بامرأة عاقلة، یعنی گذاشتم به نزد زنی که بسیار عاقله است. بامرأة اینجا در نکره کی بود؟ عاقلة نکره شد. از اینجا یکم خفض، دوم نکره، سیوم مؤنث، چهارم مفرد. دقت دادید؟ اینها بود همشون نعت حقیقی. این را میگویند نعت چی؟ نعت حقیقی. اکنون ما از هر چیز گرفتیم از اینها تغییر یافت، لیکن مفرد همش مفرد بود. مثنی و جمع رو نیاوردیم. اکنون بیاید شما خودتون بیارید. مثلا بگید که قام از زیدانی العاقلانی. دیدید؟ از زیدانی دو زید، العاقلانی دو تا با عقل. قام رجلانی نکره، رجلانی عاقلانی دو تا. دیدید؟ و یا که قامت الهندانی العاقلانی، العاقلانی مثنی. قامت امرأتانی الامرأتانی عاقلتانی. رأیت الزیدینی حالت نصب، الزیدینی العاقلینی مثنی، در حالت نصب گفتیم با یا می شود، در حالت نصب با یا می شود. رأیت رجلینی عاقلینی، دو مردی با عقل رو دیدم. دیدید؟ یا که رأیت الهندینی العاقلاتی، جمع مؤنث العاقلانی العاقلتانی دو زن، العاقلتان. اینجا در همچنین قامت هندون العاقلتانی بود، در اینجا دو زنی که عاقل هستند. در اینجا رأیت الهندینی العاقلتینی، اینجا دم ته بماند، اینجا دم ته زیرا که این مؤنث است، عاقلتینی. رأیت امرأتینی عاقلتینی، حالت نصبش زنانه. مررت بالزیدینی العاقلینی، دیدید؟ با یا، حالت جر در مثنی با یا میشد. مررت برجلینی نکره عاقلینی، دقت داده؟ این مثنی بود. یا مررت بالهندینی با یا، بالهندینی العاقلتینی. یا بامرأتینی، مررت بامرأتینی عاقلتینی. پس این بود حالت مثنی. پس از اینجا همه این را گرفتیم، لیکن همش به مثنی قطعی. بازی را شما خودتون با جمع بیارید. جمع دیگر میدونید، مثلا قام از زیدون العاقلون، قام رجالون مردهای عاقلون، جمع مذکر سالم قطعی عاقلون. قامت الهندات العاقلات، قامت النساء، درجه قامت نساء میگید. امرأه یعنی که جمعش زنها نساء می شود. نساء عاقلات، جمع
مؤنث سالم. رأيت الزیدین الزیدین جمع مذکر سالم، الزیدین این مثنا است. بله رأیت الزیدین العاقل، بله ما باید جمع رو بیاریم. رأیت در حالت نصب الزیدین العاقلین، دقت دادید؟ یا رأیت رجالا جمع تکسیر عاقلین، عاقلین جمع مذکر سالم حالت نصبش گفتیم بیان میشه، پس میگیم عاقلین. و رأیت الهندات العاقلات جمع مؤنث سالم. رأیت نساء عاقلات، نساء عاقلات جمع مؤنث سالم. مررت بزیدین جمع مذکر سالم حالت جرش بیان میشد، بزیدین العاقلین. مررت برجال عاقلین. یا مررت بالهندات العاقلات حالت جر جمع مؤنث سالم با چی میشد؟ با کسره، لیکن حالت نصبش با کسره نیابتا عن الفتحه بود که مثلا میگفتیم رأیت الهنداتی العاقلاتی میگفتیم، منصوب است، حالت نصبش کسره نیابتا عن الفتحه بود. یا النساء اینجا اکنون جمع تکسیر که است ظاهر می شود، عاقلاتی میگفتیمش، عاقلاتی نیابتا عن کسره نیابتا عن الفتحه بود، یا تون باشه در جمع مؤنث سالم بیان کرده بودیم. پس این هست حالت ها هر سهش، مفرد و مثنی و جمع، و با تمام آن چیزی که در 10 چیز از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکنه گفتیم با مثل این هست. پس این هست نعت حقیقی، این هست نعت حقیقی. پس میگذاریم به نعت سببی. پس میبینیم که نعت سببی چی هست. النعت السببی، نعت سببی. ما گفتیم نعت حقیقی از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. نعت سببی چی طور است؟ دقت بتید، نعت سببی بسیار مسئله مهم است. اکنون این مثال هایی که ما خواندیم همش برای نعت حقیقی بود. اکنون این مثال هایی که در اینجا میبینید اینها برای نعت سببی هستند. دقت بتید چی طور است. قام زیدون، ببینید قام زیدون العاقلتو، زیدون العاقلتو امه. دقت دادید؟ دقت، این نعت چی است؟ نعت سببی. ما گفتیم که زید مذکر است، العاقله، ببین العاقل باید مذکر باشد، اما اینجا چرا مؤنث شد؟ یعنی خیز زیده که عاقل است، مادری وی. دقت دادید؟ این برای معرفه بود، برای نکره. قام رجل عاقلتون امه، خست مرده که عاقل است مادرش. اکنون دقت دادید شما در اینجا چی شده است؟ منعوت مذکر است، نعت مؤنث است، لیکن نعت چیه؟ سببی. ما در اینجا گفتیم که منعوت وقتی مذکر می شود باید نعت مذکر شود، پس چرا در اینجا مؤنث آمد؟ میگه این نعت سببی نیست، این نعت حقیقی نیست. این قام زیدون العاقلت امه، این نعت سببی هست. یا میگیم قامت هندون العاقلو ابوها، خست هنده که با عقل هست پدرش. اینجا ببینید هندون مؤنث است، العاقلو مذکر آمد، هندون عاقلتو بود در نعت حقیقی، لیکن در اینجا هندون العاقلو ابوها در اینجا در مذکر آمد. چرا؟
یا میگیم امرأتون قامت امرأتون عاقلون ابوها. دقت دادید شما اینجا را تغییرات رو از این چیزی که در بالا خوندیم و این چیزی که در پایان خوندیم. پس ما این را چطور بفهمیم؟ بیایید میبینیم که نعت سببی از 5 چیز در 2 چیز پیروی میکند. نعت حقیقی از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکرد. دقت دادید؟ فقط منعوت رو در نظر ما منعوت رو داریم. ببینید نعت سببی یکم در اعراب پیروی میکند. پس از این 3 تا اعراب، رفع و نصب و خفض، از این 3 تا 1 تاش رو میگیرد. ما گفتیم در 2 چیز پیروی میکند. پس دویمش چی است؟ دویمش در تعریف و تنکیر، معرفه و نکره بودن. ببینید از این 2 تا، پس این 3 با این 2 5، از این 5 تا 2 تا در نعت منعوت پیروی میکند. خلاص این کدام نعت منعوت است؟ این نعت سببی. نعت حقیقی را گفتیم در 4 چیز پیروی میکند. این نعت چی است؟ نعت سببی. در ذهنتون داشته باشید. خب دقت بدید. قام فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و باز منعوت است، مذکر است. العاقلة نعت زید، لیکن میگیم نعت سببی. برای چی؟ به خاطر اگه بگیم نعت زید، نعت حقیقیش بگیم باید عاقلو میشد، ته در کار نیست. لیکن العاقلة این مؤنث است. برای چی؟ برای مادرش. پس معلوم شد که نعت سببی در این در جنس مذکر و مؤنث بودن بعد چه پیروی میکند؟ پیش نه. چطور در اینجا فقط پیش پیروی میکرد، یعنی منعوت رو پیروی میکرد، در اینجا نه، در اینجا بعد چه پیروی میکند. دیدید؟ اون مادر زن کی هست؟ برام خاطر عاقلتو زنانه شد. پس رجل عاقلتون امه. قام رجل فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، عاقلتون نعت سببی یتبع المنعوت، المنعوت مرفوع، عاقلتون همچنین مرفوع، امه مادرش رو. پس اینجا در عاقلت و امه فاعل عاقله است. ولی ما میخوانیم که اسم فاعل همچنین عمل میکند به مثل فعل، به مثل چطوری که فاعل گرفت، اسم فاعل هم همچنین عمل میکند، فاعل میگیرد. پس اینجا میگیم فاعل عاقلتو است. مضاف، هو مضاف الیه. مضاف الیه در آخر کتاب میخوانیم که چی است. حالت مجرورات رو پس در آخرش میخوانیم. رجل عاقلة امه. قام رجل، قام فعل ماضي، رجل فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. عاقلة، ببینید عاقلة نعت سببی یتبع المنعوت فی الاعراب. منعوت در اعراب پیروی میکند. پس رجل مرفوع که است، عاقلة همچنین مرفوع. پس عاقلة میگیم عمل فعل کرد و فاعل عاقلة شد و مضاف، هو مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این اعراب و تحلیل این کلمه قام زید العاقلة امه. هو ضمیر برمیگردد به زید، این ضمیر برمیگردد به زید. اکنون قامت هندون، قامت فعل ماضی تا علامت حرف علامت تانیث، هندون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. العاقلو، ببینید هند زن است، العاقلو مردانه آمد. چرا مردانه آمد؟ زیرا اینکه نعت سببی هست، نعت حقیقی نیست. اگر نعت حقیقی میشید العاقلتو میشید، زیرا اینکه هند زن است و در جنس نعت سببی بعد چه پیروی میکنه؟ بعد العاقله میبینیم که ابوها پدرش. پس ابو میگیم فاعل مرفوع، فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. ابو از مثال های 5 گانه است. ابو مضاف، ها در محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ پس هندون العاقلو برای چی هند را پیروی نکرد؟ برای اینکه این نعت سببی هست، نعت حقیقی نیست. یا قامت امرأتون عاقلون ابوها. دقت دادید برای نکیرش. پس خست زنی که عاقل است پدرش. ببینید از اعراب پیروی کرد. امرأتون رفع، عاقلون رفع شد.
و از حالتی تعریف و تنکیر هم همچنین پیروی کرد. اینجا امرأتون نکره که است، عاقلون نکره اومد. اینجا در هندون معرفه که است، العاقلون معرفه اومد. اما چرا از جنس پیروی نکرد مذکر و مؤنث بودن رو؟ زیرا که این نعت سببی هست. نعت سببی در جنس ما قبلش منعو چنه بعد چه پیروی میکند، بعد یعنی فاعلش پیروی میکند. فاعلش مذکر باشد پس مذکر می شود، چطور عاقلون ابوه، العاقل ابوها میگوییم. اگر مؤنث باشد فاعلی اسم فاعل پس چی می شود؟ پس مؤنث باشد اگر مؤنث می شود. دقت دادید؟ پس این بود درباره نعت سببی و نعت حقیقی. اما از اینجا ما حالت اعراب را گفتیم پیروی میکند، حالت تعریف و تنکیر را گفتیم که نعت سببی پیروی میکند، لیکن مذکر و مؤنث رو ننویسیم، اما گفتیم که مبعچه پیروی میکند. مبعچه بعدش اگر مردانه باشد عاقلو مردانه میشود، اگر زن باشد عاقلتو زنانه میشود. نعت سببی فقط عاقلو نه، هر نعت سببی را بیار انا همین طور پیروی میکنه. اما ما درباره عدد نگفتیم، همینقدر گپ زدیم درباره نعت سببی، عدد تماما نامش نمیگیریم. مثلا یک کس میگه که قام از زیدانی دو زیده که از زیدانی العاقلتو امهما، العاقلتو مفرد میمونه. پس معلوم شد که در نعت سببی عدد کار نمیگیرد. نعت سببی همه وقت مفرد است. اگر که مثلا بگو که قام از زیدون العاقلتو امهم، عاقلتو ببینید مفرد مون. یا که قامت الهنداتو العاقلو ابوهن، دیده؟ العاقلو نعت سببی به حال خودش مون. پس نعت سببی فقط مفرد می ایستد، مثنی جمع نمی شود، فقط چی می ایستد؟ مفرد. لیکن ما در نعت حقیقی گفتیم که مفرد می شود، مثنی می شود و جمع می شود. اما نعت سببی این طور نیست. دقت دادید؟ پس این بود کاملا معلومات درباره نعت حقیقی و سببی. هر چیزی که گفتم اگر در ذهنتون داشته بدارید و در ذهنتون بگیرید، پس بدانید که دیگر شما نعت حقیقی و سببی 100% جدا کرده می توانید. یک فایده دیگر ذکر میکنم، با همین فایده شما میتونید که نعت حقیقی را از نعت سببی جدا بکنید. با همین بعد دوام عباره را میخونیم صاحب کتاب چی میگوید. ببینید، هرگاه دیدید بعد از اسم فاعل اگر فاعلی نعت ضمیر مستتر باشد، بدانید که اون نعت حقیقی است. چطور؟ دقت بدید. مثلا حاضر من میگم قام زیدون العاقلو، در تحت این عاقلو یک تا هو پنهان شدگی است. پس میگم که قام فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، العاقلو نعت لزیدین مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره پیروی کرد در اعراب. پس فاعله ضمیر مستتر هو میگم تقدیرا. همه همینا العاقلتو هی دارد. ببینید هی دارد. زیدن هو دارد، اینجا همچنین هو دارد. اینجا در عاقلون هو دارد، پنهان است. عاقلتون هی دارد، پنهان است. یعنی که این نعتای حقیقی چون یک ضمیر فاعلشون یا ضمیر مستتر است که پنهان شدگی است در تحتش. اگر انا همین طور ضمیر دیدید، بدانید که اون نعت حقیقی است. اما نعت سببی فاعلش آشکار می شود. العاقلت ببینید بعدی نعت سببی فاعل هاشون ظاهر می شوند، فاعل هاشون آشکار می شوند. وقتی آشکار که می شوند، پس معلوم میشه اینها نعتای چی هستند؟ نعتای سببی هستند. اگر آشکار نشد نعتای حقیقی، اگر آشکار شد فاعل هاشون نعتای چی؟ نعتای سببی. این همین بهترین جدا کننده بین نعت سببی و نعت حقیقی. اکنون کاملا درباره نعت سببی حقیقی صحبت کردیم. میگذاریم بعد دوام عباره ها. تقولو میگه تو میگویی که قام زیدون العاقلو، این چیزی که ما گفتیم، قام زیدون العاقلو. قام فعل ماضی مبنی على الفتح
زيدون فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. العاقل نعت للزيد مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. مقابلش پیرو زيدون کشید بارم خاطر العاقل شد. و رأيت زيدا العاقل. رأيت فعل فاعل. رأي فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المتحرك. تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. العاقلة نعت للزيد منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. ومررت بزيد العاقل. ومرر فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المتحرك. تو ضمير التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بي حرف جارة. زيدين اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. العاقلی صفت لزیدین مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. دیدید؟ پس این بود اعرابش. پس دیگه باقی مانده‌اش شما خودتون اعرابش بیان بکنید. اکنون میگذاریم در قسم های معرفه و نکره. ما در اینجا گفتیم معرفه نکره. پس معرفه چی است؟ نکره چی است؟ ما رفع و نصب و خفض خوندیم. رفع چند تا علامت اصلی داره، چند تا فرعی. نصب چند تا علامت رفعی، چند تا فرعی. خفض همچنین ایرا خوندیم. جنس همچنین میدونیم مذکر میشود یا مؤنث. همچنین عدد میدونیم مفرد است در زبان عربی، مثنی است، جمع است. اما ما حالا تعریف و تنکیره نخوندیم. معرفه چی است؟ نکیره چی است؟ ما از کجا بدونیم این اسم معرفه است اینش نکیره است؟ انا میره بیان میکند. میگه که ول معرفت خمسه اشیاء. معرفه میگه 5 چیز است. هر کجا 5 چیز که دیدی بدون معرفه است. بدون چون و چرا بگو که این معرفه است. 5 چیز. دقت 5 چیز چی است؟ یکم الاسم المضمر. اسم مضمر. اسم مضمر چی است؟ مانند صاحب کتاب میگه نحو انا و انت و خوب میشد که بعدش میگفت که هی. 3 نمودی ضمیرها را بیان میکرد. اسم مضمر رو بیان، یعنی که انا من با نحنو هر دوشون معرفه هستند، من یا ما. و انت 6 تا است. انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن. این 6 تا معرفه هستند همهشون. و چطور گفتم هو را هم همراه میکرد. بسیار خوب میشد که 6 تا دیگه هو است. هو، هما، هم، هی، هما، هن. 6 تا شد. یعنی انا من، نحنو ما، انت تو یک مرد، انتم شما 2 مرد، انتم شما مردها، انتی تو یک زن، انتم شما 2 زن، انتن شما همه زنها. یا هو را اگر می آورد خوب میشد. هو یعنی و یک مرد، هما و یها 2 مرد، هم و یها همه مردها. هی و یک زن. چطور گفتیم؟ هی هو و یک مرد، هی و یک زن، هما و یها 2 زن، هن و یها همه زنها. پس اینها همشون 12 تا هستند. زیرا که 2 تاش دوباره اومده است، پس میتونیم بگیم 14 تا است و همش چی هستند؟ مضمر هستند. اینها معرفه هستند. اسم های مضمر همش معرفه هستند. یکم. دوم اسم علم. اسم علم یعنی نام. مانند چی؟ مانند زید، مکه. نامی هر تای ما شما، محمد، احمد، محمود، خالد، بکر، زید، همه اینا معرفه هستند. مکه نام های شهرها. هر کی جای در دنیا شهر است نام دارد، همش معرفه هستند. زیرا که خاص همون شهر است یا نام آدم خاص یک آدم هست. پس اینها همشون معرفه است. دوم نمودی معرفت چه بوده؟ نام های آدم ها، نام های شهرها. یا که تو ماشین بخواد، ماشین تا نام به ما نامی خاص می شود علم. یا ماشین ها را نام هاشون علم هستند. سمیلات ها را نام هاشون علم هستند. زیرا که خاص همون نمودی سمیلات است. سمیلات اسم جنس است، یعنی هزارها نمود سمیلات. اما وقتی که معینش ذکر میکنی، یا که ماشین مثلا هزارها نمود ماشین است. وقتی مثلا میگوی مرسدس یعنی یک نمود معینش. پس این چی شد؟ علم شد. خب دیم نمودش علم بوده است. نام های آدم‌ها، نام های شهرها، نام های مثلا نام یک ماشین یا که نام های ماشین ها که چند نمود و نام های سمیلات یا که یا پرنده را به قبیل نامش بو میشه و علم. خب این دیگه نمودش. سوم نمودش اسم مبهم است. اسم مبهم شما نوشته که صاحب کتاب ننوشته است، شما نوشته که اسم مبهم 2 نمود می شود. یا اسم اشاره می شود یا اسم موصوله. اسم اشاره یا اسم چی؟ اسم موصوله. دقت بدید. اکنون صاحب کتاب فقط اسم اشاره را آورده است. مانند هذا و هذه و هؤلاء. اینها 5 تا هستند. هذا، هذه، هذانی، هاتانی، هؤلاء. 5 تا اسم های اشاره هستند اینها. پس این 5 تا اسم اشاره، هذا یعنی این یک مرد، هذانی اینها 2 مرد،
هؤلاء اینها همه مرد یا همه زنها. هؤلاء هم برای مرد هم برای زن استفاده برده می شود. اکنون هذه این یک زن، هاتانی اینها دو زن. چطور گفتیم هؤلاء هم برای مرد هم برای زن استفاده برده می شود. همگی چند تا اسم اشاره است؟ 5 تا. 5 تا اسم اشاره است. و اسم های موصوله، اسم های موصوله را بنویسید بگیرید. الذی 6 تا است. الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، اللایی. همین 6 تا بنویسید. با بعضی دیگر هم هست در جای خودش ذکر کرده می شود. دقت دادید؟ 6 تا. الذی یعنی آنی که یک مرد، اللتی آنی که یک زن، اللذانی آن دو مرد، آنی که دو مرد، اللتانی آنهایی که دو زن، الذین آنها مردها، اللایی آنها زنها. دقت دادید؟ پس اینها اسم های موصوله برای خودشون سیله طلب میکنن. یک گپ‌های دیگری است که اونها را در شرح‌هایی که در قطر الندی و در دیگر کتاب‌ها ان شاء الله با تفصیل میخونیم. سیله یعنی چی؟ فقط حالا اسم های موصول همین ها هستند، در ذهنتون داشته باشید. خب این سوم نمودی علم بود، سوم نمودی معرفه بود. یکمش اسم های مضمر، دویمش علم، اسم های علم، سومش مبهم که گفتیم دو نمود است، اسم اشاره و اسم موصوله. سه تاشید. و چهارمش چی است؟ والاسم الذي فيه الف و لام. هر نامی که در اولش الف لام داشته باشد، مانند الرجل. ببین رجل نکره است. وقتی که ما میگیم الرجل در اولش الف لام میمونه، پس به این طریق میشود. ببینید الرجل در اولش الف لام که مونده میشود الرجل. پس این الرجل، این الف لام، این رجل که نکره بود معرفش کرد. هر اسمی را در اولش میگه دیدی معرفه است. الف لام رو دیدی. ببین العاقل معرفه شد. برای چی؟ برای الف لام دارد. عاقلا نکره برای چی؟ برای الف لام ندارد. دقت داده؟ هر نامی که نام آدم نه، نام آدم مثلا زید نام آدم است، شرط نیست که ما الف لام بیاریم بگیم که بعد معرفه شد. این در کار نیست. در نام های غیری، مثلا اسم های غیر علم، چرا گفتیم که علم یعنی نام معین به یک کس نمونی. مثلا مرد، زن، در دنیا هزار تا مرد است. کودک مثلا طفل، خانه، در دنیا هزارها تا خانه است. پس اینها معرفه با چی میکنیم؟ با همین الف لام. ال در اولش میدراریم. دقت دادید؟ یا الغلام، مثلا غلام خدمتگار، هزارها تا خدمتگار است، لیکن الغلام میگن خدمتگار معین. پس معرفش کردی با سبب الف لام. پس اینجا جای ذکر هست، اینجا جای ذکر هست که ذکر کرده شود. پس اینجا را پاک میکنیم دیگه، ما احتیاج به اینها نداریم. دقت بدید اینجا همچنین جای ذکر هست بعض نام هایی که الف لام داشته باشم نداشته باشم معرفه هستند. مانندی چی؟ مانندی مثلا یه آدم ما را بگوید که نعمان، نعمان، النعمان، النعمان. فرق بین هر دوش چی است؟ آیا این نکره است این معرفه؟ میگیم نه، هر دوش معرفه است. پس این الف لام برای چی آمده است؟ از عرب همین طور شنیدیم که همین الف لام دارد. یا حارث، مثلا حارث، ببینید الحارث، الحارث. حارث از الحارث چی فرق دارد؟ هر دوش معرفه است. عرب ها همین الف لام در اولش در آوردن. دقت دادید؟ همونطور در زبان عربی خیلی زیاد است. مثلا عباس، ببینید عباس، بعضی مثلا میگن چی؟ العباس. عباس، العباس، هر دوش یک چیز است، هر دوش معرفه است. اما این الف لام برای چی اومده است؟ از عرب همین طور شنیدیم که در کلمه عباس ال را همراه کردن. نه که همین عباس خودش معرفه است، احتیاج به الف لام نداریم. از این حساب دقت بدید. در حالتایی هست که از زبان عرب همین طور کلمه اومده هستن خودشون چی دارن؟ الف لام دارن. پس اسم الذی فیه الالف واللام، اسمی که در الف لام باشد، پس او را چی میگفتند؟ و مثل العاقل الف لام دارد، این چی شد؟ معرفه. این چهارمش بود. پنجمش و ما اضیف الی واحد من هذه الاربعه، آن چیزی که اضافه شود به یکی از این چهار چیز، به یکی از این چهار چیز. اکنون این چهار چیز چی است؟ بیایید یک تا دقت می‌کنیم که این چهار چیز چی است. یک ما گفتیم که چی است؟ مضمر. مثلا یک آدم میگوید پیش من میآید، مثلا کلمه اینجا دا می‌نویسیم که غلام، مثلا خدمتگار. ببینید غلام، غلامون. غلام چی است؟ نکره است. یا مثلا می‌نویسیم که فرسون، فرس اسب.
فرسون. فرسون چی است؟ نکره است. پس من میخواهم معرفه اش کنم. چند راه قطعی معرفه میکنم. یکم با ضمیر همراهش کردم. هر ضمیری که باشد، حالا گفتیم انا و انت و همونها 14 تا یکی هست یا 12 تا، هر کدامش قطعی همراه کردم. مثلا میگم که غلا، ببینید غلا می، این یا این نکره را معرفه کرد، این ضمیر است. یا غلامی یعنی غلام من، پس غلام معرفه شد یک تا. فرس میگم که فرسی، فرسی اسب من، پس این فرس معرفه است. به سبب چی؟ به سبب این یا. یا مثلا میگم فرس و که اسب تو، یا مثلا غلام و که غلام تو، پس معرفه میشد. هر ضمیری را که موندیم معرفه میشود بعدش. دیدید؟ یکم. دوم علم قطعی. مثلا میگم که غلامو، علم یارم اکنون، غلامو زیدین یعنی خدمتگار زید. دقت دادید؟ غلامو زیدین یعنی خدمتگار زید. پس این غلامو معرفه است. به سبب چی؟ به سبب مضاف شدن به علم. این زید علم است. یا میگم که فرسو زیدین، پس فرسو زیدین معرفه است. چرا؟ زیرا اینکه فرس اضافه شد به زید، به علم، پس معرفه شد. این دوم طریق معرفه کردن. سوم طریقش با اسم مبهم. با اسم مبهم مثلا میگم که غلامو هذا یعنی غلام این. مثلا که در پیش میشتگه میگم غلام هذا یعنی غلام خدمتگار همین. پس غلامو معرفه شد به سبب چی؟ به سبب مضاف شد به هذا، به اسم اشاره. یا مثلا میگم که فرسو هذا، فقط هذا نه، همین اسمای اشاره که 6 تا 5 تا که هست گفتیم با هم 5 تاش کدامش قطعی بکنیم. پس وقتی که مضاف میشود اسم اشاره بعدش مضاف الیه، پس میشود معرفه. یا با اسم های موصوله مثلا غلام الذی، ببینید اینجا در معرفه است. بس این الذی برای معین کردنش از ما چی میخواهد؟ از ما موصوله میخواهد که نه در کتابای دیگر میخواهد. فقط حالا بفهمین غلام معرفه شد به سبب چی؟ به سبب اسم موصوله الذی. یا فرس الذی، ببینید فرس الذی، پس فرس الذی، فرس همچنین معرفه شد به سبب چی؟ به سبب مضاف شدن به اسم موصوله، مضاف شدن به اسم موصوله. پس اکنون با همین ها وقتی که چی می شود؟ آخرانش ماند اسمی که در اون الف لام باشد. مثلا میگم که غلامو با الف لام، نام الف لام دار، غلامو الرجلی، ببینید غلام الرجلی، غلام معرفه شد به سبب چی؟ به سبب که مضاف شد به اسمی که در اون الف لام هست. اسم معرفه ده، اسم الف لام دار ده اضافه که شد، غلام همچنین چی شد؟ همچنین معرفه شد. باید میگم فرسو الرجل، الف لام قطعی الرجل، ببینید فرس الرجل، پس فرس معرفه شد به سبب چی؟ به سبب مضاف شدن به الرجل. دقت دادید؟ پس این هست معرفه. و ما اضیفه، هر آن چیزی که اضافه شود. اضافه ببینید این مضاف شد، این یا مضاف الیه، غلامو مضاف شد، زیدین مضاف الیه، غلامو مضاف شد، هذا مضاف الیه، غلامو مضاف شد، الذی مضاف الیه، غلامو مضاف شد، الرجلی مضاف الیه. دیدید؟ اضافه شد یعنی مضاف شد. الی واحد من هذه الاربعه، با یکی از همین 4 چیزی که در بالا ذکرش کردیم. با یک چیزی که در بالا، یکی در مضمر یا در علم یا در اسم مبهم یا در اسمی که در اون الف لام باشد، با همین 4 تا اگر همراه که شد، اون اسم را میگن چی؟ اسم معرفه. اسم معرفه. اکنون نکیره چی است؟ معرفه را دانستیم، میخوایم نکیره را بدونیم. نکیره چی است؟ میگه و نکیرتو کل اسم شائع فی جنسه. نکیره هر نامی که شایع است در جنس خودش. لا یختص به واحد دون آخر، یک کس در بر نمیگیرد به تنهایی، یعنی یک کس توقنی همه را در. مثلا رجل،
در دنیا چقدر مرد است؟ همش رجل میگن. پس برای آدم نیست رجل، برای همه دنیا در مرد چقدر است. امرأتون زن نکره است. در دنیا چقدر زنی است؟ مثلا بیت در دنیا چقدر خانه هست؟ همش بیت میگن. پس این اسمی شایع فی جنسی بوده. در جنس خودش مثلا در جنس خانه ها میلیون ها خانه است، همش بیت نام دارد. یا مثلا قلم، قلمون به الف لام، ببین اسم جنس است. مثلا ساعتون، همه اینها اسم جنس هستند. چرا؟ این مثلا میخوام اسم نکیره هستند. اسم نکیره. چرا؟ زیرا اینکه در دنیا چقدر قلمی است قلم نام دارد. در دنیا چقدر ساعتی است ساعت نام دارد. در دنیا چقدر کتابی است کتاب نام دارد. اینها در جنس خودش چی است؟ همه را در بر گرفته است. وقتی که میگه لا یختص به واحد دون آخر، وقتی من قلم میگم فقط قلم مرا در نظر ندارد. در دنیا چقدر قلمی است همش قلم. این لا یختص یعنی خاص نمی شود به واحدون، یکی از همین مثلا اسم های نکیره دون آخره که دیگراش در بر نگیرد. یعنی که مثلا قلم من فقط قلم، بس قلم تو قلم نیست. این طور نیست. قلم من هم قلم است، قلم تو هم قلم است. اگر میخوام که من بگم قلم من معرفه شود، پس میگم با مثل این یا را همراه میکنم، میگم قلمی یعنی قلم من. پس این چی شد؟ معرفه شد. دقت دادید؟ اگر که همینطور اضافه به همین 4 چیزی گفتگیمون نشود، اگر اون نکیره میماند. و تقریبه، اکنون میگه که میخوای باز برای فهمش تو نزدیکتر کرده یک گپ دیگر بگم، میگه این سخن رو بگیر. کل ما صلح دخول الالف واللام علیه، هر نامی که در اون الف لام باشد اون نام رو میگن صلح علیه، یعنی شایسته باشد داخل شدن الف لام بر وی، او را میگن نکیره، پیش از الف لام در آمدن. مثلا غلام، غلام ببینید اگر الف لامش موندیم میشود چی؟ معرفه. دقت بدید. غلام مثلا ببینید، حالا رجلون نکیره است، لیکن من میتونم بگم الرجل، الرجل، رجلون، الرجل، رجلون نکیره، الرجل الف لام قبول که چی شد؟ معرفه. یا که فرس، ببینید فرسون، فرسون اسب، وقتی میگم الفرسو، الفرسو، الفرسو چی شد؟ معرفه شد. فرسون نکیره، الفرسو معرفه. به سبب چی؟ به سبب ال. پس میگوید هر اسمی که همینطور ال قبول کرد، پس بدون که اون اسم چی است؟ پیش از ال در آمدنش ال نداشته باشد، نکیره هست. اسم شایع فی جنسی. چطور گفتیم رجل در دنیا چقدر مرد است همش مرد است. فرس در دنیا چقدر اسب است همش اسب میگویند. اما وقتی الرجل میگم یک مرد از بین همین مردها یا یک مرد معین. وقتی الفرس میگم از بین همین اسبا یک اسبی معین. الرجلی نحو الرجل مانند الرجل والفرس. پس این بود یکمین توابع. توابع گفتیم 4 تا است. پس یکمش انا همین چی بوده است؟ نعت. نعت بوده است. اکنون میگذاریم در باب دویم. دویم توابع. دویم توابع چی است؟ صاحب کتاب میگه که باب العطفی، باب درباره عطف صحبت میکند. عطف یعنی چی؟ عطف، دقت بدید، ما در گذشته درباره عطف صحبت کوتاه داشتیم. گفتیم عطف به دو نمود تقسیم میشود. عطف نسق بود و عطف بیان. عطف نسق چی است؟ عطف نسق احتیاج به حرف دارد که عطفش کند و عطف بیان احتیاج به حرف ندارد که در اون بین اون رو پیوست کند. پس دقت بدید، من اولا عطف بیان که کوتاه است بیان میکنم و میگذارم. ببینید مثلا میگویم که جاء ابو حفص، جاء ابو حفص عمر. اکنون دقت بدید، جاء فعل ماضی است. جاء فعل چی است؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح. ابو چی است؟ ابو فاعل است. فاعل باید مرفوع باشد. علامت رفعش چی است؟ علامتش همین واو است.
زیرا که از اسماء خمسه است. اسماء خمسه در حالت رفع واو میشد. پس ابو فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه. ابو مضاف، حفص مضاف الیه. ابو حفص. عمرو برای چی مرفوع است؟ اینا میگن عطفی بیان. این عطفی چی است؟ عطفی بیان. خلاص انا همین عطفی بیان است. مثلا من میگویم که رأیتو مثلا فرزند داری خودت. هر کسی که مرا تماشا میکنه از پسرها مثلا فرزندت خالد نام دارد و نام خود هم مثلا محمد است. من میگویم که رأیتو ابا خالدین محمدن. دقت دادید؟ رأیتو ابا خالدین. ابو خالد هم خودت هستی و محمد نامت هست. ابو خالد یعنی که خالد پسرت است، پدری خالد. دقت دادید؟ پس انا همین ابا مفعول به شد، محمدن که در آخر با نام ذکر کردم انا همین شد عطفی بیان. اینا میگن عطفی چی؟ بیان. انا همین طور دیگر مثال شما خودتون بگیرید. عطفی بیان همین است و بس. لیکن در اینجا باب عطف میگه عطفی بیان در نظر ندارد. این همچون ما فایده براتون ذکر کردیم. در اینجا عطفی نسق در نظر دارد. عطفی نسق احتیاج به حرف دارد که یک حرف ببین در اینجا یگان حرف پیوست نکرد، لیکن عطفی نسق احتیاج به حرفا دارد که خودش میگه که و حروف العطف عشرتون. حرفای عطف همگی 10 تا است. 10 تا حرف عطف اگر در بین دو اسم بدراید یا در بین دو فعل بدراید پس اون را میگن عطف شد با یک دیگر، حکمی ما قبلش میگیرد. ابو مرفوع بود، عمرو عطف بیان کی بود برای هم خاطر مرفوع شد. این عطف چی شد؟ بیان. اکنون میگذاریم با مثال ها. الواو و هی عشرتون گفتم یعنی که حرفای عطف 10 تا است. یکمش واو است. واو مانند چی؟ دقت بدید. مثلا من میگویم که ببینید مثلا جاء مثلا محمدون و زیدون و خالدون. دقت دادید؟ و خالدون. خب اکنون دقت بدید. جاء فعل ماضی است، بعد فعل فاعل طلب میکند. پس محمدون فاعل هست. محمدون چی است؟ فاعل هست، برای هم خاطر مرفوع شد. واو عاطفه است. گفتیم حرف عطف 10 تا است. واو عاطفه است. پس این واو زید را عطف کرد بر محمد. محمد آخرش مرفوع بود، پس زید همچنین آخرش مرفوع می شود. چرا؟ زیرا اینکه این واو بیان میکند برای ما که زید ما قبل خودش در حرکت پیروی میکند. دیدید؟ محمدون مرفوع است، زیدون هم همچنین مرفوع شد. به سبب چی؟ به سبب یعنی واو عاطفه در بین در آمد. یعنی آمد محمد و آمد باز کی؟ زید. و خالدون انا همین واو باز گرفته خالد را عطف بر کی کرد؟ بر محمد یا بر زید کرد. پس چی؟ خالدون. دقت دادید؟ باز میتونم یک مثال دیگر از حرفای از کلمه های الف لام دار بیاریم. مثلا میگیم که و الغلامو، مثلا یک خدمتگارم همچنین در آمدک همچنین. والغلامو. دقت داده؟ والغلامو. اکنون غلامو برای چی گفته؟ به خاطر آنه که این واو عطف کرد بر محمد، یا میتونم بگه به قبلش یا میتونم به اول برگه به فاعل. دیده؟ پس انا همین واو عطف میکند ما بعچه به ما قبلش، ما بعچه به ما قبلش. دقت داده؟ از این حساب این واو چی میگن؟ عاطفه. ما گفتیم عطف همچنین ما قبل خودش در حرکت پیروی میکند. پس این شد برای رفع. میتونید بگید که رأیت محمدن و زیدن و خالدن و الغلام. حالتی نصبش کنید. محمدن که شد دیگه همش زیدن، خالدن، غلامه آخرش نصب می شود. یا بگوید که مررت به محمدین کسرش کردید و زیدین کسره میکنید و خالدین کسره میکنید و الغلامی کسره میکنید.
حالت رفع ما قبلش چیزی که باشد این ما بعدش همون رو پیروی میکند. دقت دادید؟ خب این بود برای واو. اکنون یک فایده دیگر، این اصلا جاش بیان کردن معنای واو برای ما در علم نحو مهم نیست، زیرا که جاش علمی بلاغه است. چطور گفتیم علمی صرف برای کلمه سازی کلمه شناسی است، علم نحو برای جمله سازی است، آخرای جمله کلمه را چیکار کنیم برای اون است. اما معنا حقیقی است، معنا حق علم بلاغه، علم معانی میگن در او جمعه میخونه که واو با چند معنا میآید. اما همین قدرش بگوییم که واو میگن مطلق الجمع، مطلق جمع است. یعنی چی؟ یعنی محمد آمد، زید آمد، خالد آمد، غلام آمد، اما نمیدونیم یک جایه آمدن یا نمیدونیم که اینها پیش دمکال آمدن، یا اول زید آمد بعد محمد آمد، یا اول غلام آمد و بعد زید آمد، و یعنی چی طور آمد نمیدونیم. همین قدر میدونیم که در همین خانه مثلا حاضر آمدند، محمد در آمدیم دیدیم در همین خانه هست محمد و زید و خالد و غلام، 4 کس هست. فقط همین قدر دلاله میکنه خلاص. اما چی طور آمدنش ما نمیفهمیم. این وظیفه کی بود؟ وظیفه واو. پس اینجا در والواو معنیش همین است. میگذاریم در دویم والفاء. فا همچنین از حرفای عطف است. مثلا من میگویم همین مثال تغییر میتیم، دقت بتید. همین مثال آخرش را واو عاطفه را میگیریم، در جاش فا را میمونیم. مثلا واو رو میگیرم میگیم جاء محمدون ف، ببینید ف زیدون، واو رو میگیرم پس جاش دفعه میمونم ف خالدون، واو رو میگیریم در جاش چی رو میمونیم؟ فا رو میمونیم، میشه چی؟ فالغلامو. انا همین فا همچنین عطف شد. ببینید مثلا جاء محمدون، محمدون مرفوع است، همین فا سبب گردانید که ما بعدش با ما قبلش پیروی کند، محمدون که بود زیدون شود. چطوره که در واو گفتیم همون گپا. لیکن مثلا با حالت جر نصب بیاره، بگید که رأیت محمدن فزیدن فخالدن فالغلامه، عطف شد. حالت جر بیارید، مثلا بگید که مررت بمحمدین فزیدین فخالدین فالغلامی، حالتی جر. هر سه حالت رو آوردیم. خب اکنون فا چی معنا دارد؟ وا را گفتیم برای مطلق جمع. فا معناش چی است؟ فا میگن للترتیب و تعقیب است. فا معناش برای ترتیب و تعقیب است. وقتی کسی بگه جاء محمدون فزیدون فخالدون فالغلامو، پس ما میفهمیم که یکم آدم آمد در آمد محمد بود، بعدی خالد آمد، یگان وقت نگذشته زود خالد آمد، بعدی زید آمد، بعد زید زود خالد آمد، بعد خالد زود غلام آمد. پس اکنون ما فهمیدیم که یکم محمد آمد و دوم زید و سوم خالد و چهارم غلام آمد. از کجا فهمیدیم؟ از همین معنای فا. فا میگن برای ترتیب و تعقیب است. دقت دادید؟ خب این دوم حرف بود. سوم حرف برای ثم هست. ببینید اکنون ما میخواهیم که ثم حرف عاطفه را در همینجا جا کنیم. پس چی میگوییم؟ دقت بتید. پس ما میگوییم که در این بینا فا را میگیریم و در جاش ثم را همراه میکنیم. این کلمه ثم و همچنین اینجا ثم حرفی چی؟ حرف عطف. اینجا همچنین ثم حرف عطف. دقت بتید. جاء محمدون ثم زیدون، این ثم زید عطف کرد به محمد. چطوره که در واو گفتیم همون گپا است. ما بعدشون با ما قبلشون حرکت های اعرابشون دادن میگیرد. دقت دادید؟ ببینید محمدون ثم زیدون ثم خالدون ثم الغلامو، حالتی نصب بیارید. بگویید که رأیت محمدن ثم زیدن ثم خالدن ثم الغلام، حالتی جر بیارید. مررت بمحمدین ثم زیدین ثم خالدین ثم الغلامی. دقت دادید؟ حالتی جر. خب اکنون ما واو فهمیدیم مطلق جمع، فا را فهمیدیم حرف ف برای ترتیب و تعقیب است. اکنون ثم برای چی است؟ معناش چی است؟
از این کلمه چی فرق میکند؟ ای و ای فا چی فرق میکند؟ با ف بگیم یا با ثم بگیم؟ فرقش همین است که ثم میگد برای ترتیب است. رنگی فا برای ترتیب بود، اول در اومد، بعدش زود گفتیم دیگریش در اومد. اما ثم برای ترتیب و تراخی است. تراخی یعنی به مهلت، یعنی که جاء محمدون، یکمین آدمی که اومد محمد بود. ثم زیدون، بعد زید اومد، همچنین زید هم اومد، لیکن زید بگیم نیم ساعت بعد از محمد اومد، مثلا 1 ساعت بعد از محمد، یعنی تراخی وقتی طولانی، یک روز بعد اومد. مثلا امروز محمد اومد، فردا زید اومد، پس ثم را استفاده میبرن. دقت دادید زبان عربی چی نازکی ها دارد. پس از اون با 1 روز پس و 1 ساعت پسش خالد اومد و بعد از اون چند قدر مهلت گذشت، بعد غلام اومد. پس این ثم ترتیب را رعایت میکرده است، لیکن بینده فرصتشون زیاد بوده است، 1 ساعت و 1 روز و 2 روز و 1 هفته شاید، یعنی که فرصتی تراخی قطعی است، یعنی فرصتی دراز قطعی. دیدید؟ پس این هست معنای ثم. و او اکنون یکی از حرفای عاطفه او هست. اکنون ما دیگر احتیاج به این مثال نداریم، زیرا که این 3 حرف با یکدیگر بسیار نزدیک بودن در عطف کردن، از این حساب اینها رو آوردیم. پس بیایید او رو میگیریم. او به 3 معنا میآید. یکم به معنای شک است. مثلا من میگویم، دقت بدید، من میگویم جاء زیدون، او میگویم او بکرون، یا میگویم این برای چی بود؟ برای شک نوشته بمونه در برش که برای شک، یا اینجا نوشته بمونم از شک، این برای شک است. مثال دوم برای التخییر، مثال تخییر مانند من مثلا یک جوان رو بگویم که تزوج یعنی ازدواج کن تو، مثلا هندن او رو استفاده برده. ببین او برای تخییر است، این او اختها دقت دادید؟ او اختها این برای تخییر بود. سوم برای اباحه است، الاباحه مانندی مثلا من یک کس رو میگویم او درست، چی میگویم؟ او درست، یا تعلم او درست، مثلا او درست النحو او، ببینید همین کلمه او رو آوردیسم، او الصرف. دقت دادید؟ پس اینها است معناهای او در زبان عربی. یکم برای شک، مانند من میگم جاء زیدون، او عطف کرد بکر را به زید، آخری زید مرفوع است، بکر آخرش چی میشود؟ مرفوع میشود، عطف کرد، هر چه حکمش در اعراب یک است. پس میگم آمد زید یا بکر، این برای شک است. من مثلا میدونم از 2 کس، یا یک کس آمد، یا همه آدم آمدگی زید است یا که بکر است، اما نمیدونم کدامیش است. پس این را میگن او برای شک. این او برای چی بوده است؟ برای شک، یعنی 2 کس از هر یکش آمدن اما نمیدونم کدامیش آمد. این برای چی بوده است؟ او برای شک. ببینید حالت آخرش هر دوش پیوست کرد با یکدیگر. این که مرفوع کی بود، زیدون که مرفوع کی بود، بکرون هم مرفوع شد. پس این واو او چی میگن؟ عاطفه. مثلا میگم جاء فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع، او عاطفه، بکرون معطوف علی زیدون مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. دقت دادید؟ این یکم. برای تخییر مثلا میگم تزوج هندن، حالت نصب، او اختها، یعنی من میگم که تزوج ازدواج کن هند را، یعنی بزنی بگیری هند را یا خواهر هند را. اینجا او برای شک نیست، یعنی من چه خیلی میگم که
ازدواج که هند رو یا شک میکنیم میگم خواهرش رو. نه، این برای شک نیست. این برای چی است؟ این برای تخییر است. تخییر اختیار کن، یا هند بگیر یا خواهرش بگیر. هند نام زنک است یا نام دختر، یا هند را بگیر یا که خواهرش. یتش بگیر، دت شجاع گرفته نمیتونی، یتش بگیر. پس این او در اینجا به معنای تخییر است، یعنی اختیار کنی یکی از اینها را. تزوج فعل امر مبنی علی السکون، فاعل و ضمیر مستتر وجوبا تقدیر انت، هندن مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره او العاطفه او چی است؟ او عاطفه. اختم معطوف علی هندن منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره، اختم مضاف، ها مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این هست تحلیلش. پس اینجا در تزوج هندن او اختها برای چی بوده است؟ برای تخییر بوده است، یعنی یتش اختیار کنید، چه گرفتن نمیتونی یت جویا، یتش میگیری. و سیم برای اباحه است، مانند من میگم او درست النحو او صرف. دقت دادید؟ یعنی بخوان نحو را یا صرف، علم نحو را، گراماتیک زبان عربی مثلا، یا مثلا در جاش بگو که ادرس التفسیر او الفقه، یعنی بخوان تفسیر را یا که فقه را، هر چه که باشد. مثلا اکنون در اینجا او به معنای چی است؟ او به معنای اباحه است. اباحه یعنی چی؟ یعنی که مباح است برای تو، میتونه جایز است برای تو که نحو با صرف یک جایه بخونی، یا اول صرف بخونی به نحو یا اول نحو بخونی به صرف. این برای چی است؟ اباحه است، یعنی مباح است. دقت دادید؟ پس ادرس فعل امر مبنی علی السکون، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انت، النحو مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره او عاطفه، الصرف معطوف علی نحو منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. دقت دادید؟ این هست تحلیلش. اکنون فرق بین تخییر و اباحه در چی است؟ ما از کجا بدانیم این او برای تخییر است، این او برای اباحه است؟ اکنون شک همه فهمیم، شک مشکل ندارد، لیکن اینها را از کجا بفهمیم؟ اینها را از اصلش حکم شرعی. آیا بین اپا و خواهر یا مرد میتواند هر چه جای بگیرد؟ نه، نمیتواند. وقتی همین طور که اومد پس میفهمیم برای تخییر است. اختیار کنی یک تاش را از هر دو یکش. وقتی ما ببینیم که موافق شرع هر دوش جمع کردن ممکن است، مانند علم نحو و قطع صرف، هر چه میشود آدم یک جایه بخواند، علم فقه مثلا، علم تفسیر یک جایه بخواند. وقتی که میشود پس میگیم اباحه است، یعنی مباح است، ممکن است هر چه جمع کو، یا چه بخون یا هر چه جمع کو. اما در تخییر گفتیم یا ایرا میگیری، هنده میگیری یا خواهرش یا چه میگیری، هر چه یک جایه جمع کرده نمیتوانی. این برای چی بود؟ برای او و معناهای او. با همین او به آخر رسید. بیاید میگذاریم به بعدیش. بعد او صاحب کتاب برای ما و شما چی میارد؟ صاحب کتاب میگوید که و او و ام میگوید همچنین از حرفای عطف است، لیکن ام پیش از خودش همزه استفهامیه گفتن یک همزه است، اون میآید. مثلا من میگویم که چی است؟ اینجا ده ام هست. من میگویم که ببینید این همزه استفهامیش میگن درسته، درسته الصرف ام النحو. ببینید درسته الصرف ام النحو. اکنون درسته همزه الاستفهام، درس فعل ماضی مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، الصرف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اکنون ام حرف عاطفه است، النحو معطوف على الصرف منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. پس اینجا ده برای چی نحوه شد؟ اینجا ده ما فهمیدیم مفعول به است، اما اینجا چرا النحوه؟ زیرا که ام عطف کرد این رو به ما قبل، این منصوب است، اینم باید منصوب شود، عطف کرد به ما قبل. دقت دادید؟ پس این ام یا به معنای یا است در ترجمه. مثلا آیا خواندی صرف رو یا نحو رو؟
و پیش از ام چی میاد؟ ام میاد، همزه استفهامیه. مثلا الله در قرآن میگوید انذرتهم، ببین ام میاد، ام لم تنذرهم. وجدا جمله را چیکار کرد؟ انذرتهم ام لم تنذرهم عطفش کرد، الام هست اونجا دم همچنین ام هست. برای ببین اومده گده ای استفهامیه، دقت دادید؟ پس این بود ام. و بعد از این اما هست، اما مانندی چطوره که پیشتر یک مثال نوشتم، اما این اما تکرار می شود. مثلا که من میگم تزوج، تزوج، ببینید تزوج یعنی ازدواج کن، تزوج ایجاد چی است؟ اما هست. اکنون اما تکرار می شود، اما هندن، اما باید بار دیگر، اما اختها، دیدید؟ اما اختها. تزوج اما هندن، این اما تکرار می شود، این هم حرف عطف است لیکن تکرار می شود. اما هندن، اما اختها. هندن مفعول به، تزوج برای خاطر منصوب است. اما حرف عاطفه، اخته برای خاطر چی شد؟ عطف کرد. اخته را در هندن برای خاطر چی آمد؟ برای همین خاطر آخرش منصوب آمد. پس اما فرق داره میشد که اما چیکار میشده است؟ تکرار می آمده است. اما تکرار میشده است. پس اما تکرار میشده است. اکنون بعد اما بل هست. بل برای اضطراب است. بل برای چی است؟ اضطراب. همچنین از حروف عاطفه است لیکن معنایش برای اضطراب است. اما همچنین برای تخییر است. اختیار کرنگی او تخییر بود کو به مثل همون است، اختیار کن. و یا به مثل او میشه برای شک بیاید، میشود برای فقط تکرار میشود، دو بار میآید. میشود برای چی بیاید؟ میشود برای اباحت بیاید. اکنون بل برای چی است؟ ببینید بل مثلا من میگویم که جاء زیدون بل بکرون. دقت داده؟ جاء زیدون بل بکرون یعنی آمد زید بلکه بکر. ببین جاء زیدون بل بکرون. جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. بل حرف عطف. حرف عطف برای چی است؟ برای اضراب. حرف عطف. بکرون معطوف علی زیدون مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. لیکن بل برای چی است؟ پس آیا زید بکر هر دوش آمدن؟ نه، زید آمدگی نیست، زید نیامده است، فقط کی آمد؟ بکر آمد. این بل به همین معناش. فقط در اعراب حرکت آخرشون همین بل یخیل کرد و معناشون همین کرد که زید نیامده است بلکه بکر آمدگی است. دقت دادید؟ بل چی؟ تغییرات در معنا حاصل کرد. این بود معناش. خب بعد از این والله هست. مثلا خودی در همین کلمه بل رو میگیریم. ببینید بل رو میگیریم، در جاش چی رو میمونیم؟ در جاش لا رو میمونیم. لای نافیه همچنین برای عطف است. ببین لا. پس میشه جا زیدون لا بکرون. اعرابش همین که آمد زید نه بکر. زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، لا لای نافیه معطوف علی زیدون مرفوع علامت لا لای عاطفه حرف لا محل، بکرون معطوف علی زیدون مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره در اعراب. اما در معنا چیکار کرد؟ حاضر ما گفتیم که در پیشینه بلکی بود، این نیامده بود و بکر آمدگی بود. اینجا برعکس شد. ببین زید آمد بکر نیامد. دیدید؟ همین بل معنا را دگرگون چطور کرد. بعد از بل ولکن هست. مثلا من میگویم ببینید جاء ابوک
لكن أخوك لكن كي أخوك جاء أبوك لكن أخوك دقت دادید جاء أبوك لكن أخوك یعنی چی؟ آمد پدری تو لکن برادری تو. یعنی چیش در اینجا؟ این لاکن ما یک بار دیگر خواندگی بودیم، این ساکن دارد. یا اگه ما خوندیم در اخوات این نه، اون لاکن نبود، برای لاکن برای استدراک هست. گفته بودیم کلام پیشینه را بیان میکند، یعنی که شبهش رد میکند. مثلا جاء ابوک پدرت آمد، لکن اخوک لیکن باز فکر نکنی که برادرت آمده است، برادرت نیامده است. پس این لکن معناش همین است، برای همینه، برای استدراک است. یا مثلا من میگم که لم یجئ یا که لم یذهب ابوک لکن، ببین لم قطعی میاره، میگیم که لم یذهب ابوک لكن أخوك لكن کی اخوک لم يذهب یعنی نرفت از پدری تو، لیکن برادرت، یعنی برادرت برفت، پدرت نرفت اما برادرت برفت. در اینجا جاء ابوک لکن اخوک یعنی پدرت آمد لیکن برادرت نیامده است. این لکنه حرف عطف است، خلاص. و مثل اون لکنه که در اخوات این خونده بودیم اسم خبر میگیرد، این لکن به مثل اون نیست. اون لکن نبود. این طور ببینید لکن نون شده داشت، این نون ساکن دارد. نون شده دار باشد اگر ای اخوات این نه هست، نون ساکن دار باشد اگر حرف عطف است. دقت دادید؟ این بود حرف عطف لکن. و حتی فی بعض المواضع میگه حتی هم همچنین حرف عاطفه است. دهم حرف، آخران حرف. حتی هم میگه حرف عاطفه است، لیکن در همه جا نمیگه. در بعض جایها حتی حرف چی است؟ حرف عاطفه است. مانند چی؟ همون بعض جاش بیاریم تا اینکه فهمیده شود. مثلا یه آدم میگوید که اکلتو یعنی خوردم، اکلتو از سمکه، ببینید از سمکه حتی رأسها، حتی اکلتو سمکتا یعنی یا ماهی را، اکلتو سمکتا حتی رأسها. دقت دادید؟ اکلتو سمکتا حتی رأسها یعنی خوردم یک ماهی را حتی تا سرش. یعنی اکلتو فعل فاعل، از سمکتا مفعول به، فعل فاعل، از سمکتا چه است؟ مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. حتی در اینجا حرف عطف است. این حتی حرف عطف است، عطف میکند رأسه ها را به سمکته. ببینید منصوب است، حتی آمد این رأسه را عطف کرد به سمکته. دقت دادید؟ عطف کرد به سمکته. رأسه بس میگه معطوف علی سمکته منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره، رأسه مضاف ها مضاف الیه. یعنی خوردم ماهی را حتی سرش را. پس این حتی در اینجا به معنای چی است؟ به معنای عاطفه. لیکن این حتی در همه جا به معنای عاطفه نمیه. برای خودش صاحب کتاب میگه که و حتی فی بعض المواضع یعنی حتی در بعض جایها عاطفه است. لیکن مثلا در سوره قدر ما لیلة القدر میخونیم که حتی مطلع، ببین حتی همین حتی است، حتی مطلع الفجر، ببین حتی مطلع الفجر، حتی آخری را جر کرد. یا که مثلا ما پیشتر در منصوبات خونده بودیم که حتی یرجع، ببینید حتی یرجع. در اینجا حتی مطلعی، این حتی حرف جر شد، رنگ بی
مین، الا، عن به مثل حرف جر شد، مطلع آخری را جر کرد، فجری، حتی مطلع الفجری. لیکن در اینجا حتی یرجع، در اینجا نه حرف عاطفه است نه حرف جر است، بلکه در اینجا حرف نواصب است که بعدش یک ان مضمرن وجوبا آمدگی است که ان در تحتش پنهان شده است و یرجع را چیکار کردگی است؟ یرجع را چیکار کردگی است؟ یرجع را منصوب کردگی است. آخرش یرجعو بود، این ان آمد یرجع کرد. بعضی گفتن خود همین حتی ناصبه است میگویم بعضیا. پس حتی ببینید به چند معنا آمد، به معنای حرفی عاطفه و به معنای حرفی جر و به معنای ناصبه. یعنی که حتی در زبان عربی چند نمود بوده است. برای خاطر میگه حتی فی بعض المواضع، حتی در بعض جایها عاطفه است، در همه جا نیست، لیکن باقی مانده غالبا و در بسیار جایها و همه جا عاطفه هستند. خب اکنون میگوید که فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، پس اگر که تو میگه عطف کردی به همین حرفای عطف، به همین 10 تا حرف کدامش که باشد علی المرفوع، اگر مقابلش مرفوع باشد پس عطفت تام عطفش میگه، طوری که در و مثال ها را در حالت نصب و جر و خفض آوردیم و مثل همون. او علی منصوب نصبت، یا در حالت نصب باشد، اگر چه در حالت نصب ما آورده بودیم، اگر در حالت نصب آوردیش میگه پس یک دیگر همش منصوب میشود. مثلا همش چی میشود؟ مجرور شدن میگیرد، همش در حالت نصب منصوب شدن میگیرد. چطوری گفتیم که رأیتو مثلا محمدن و زیدن و بکرن و الغلامه و مثل همین، همش آخرش منصوب میشود. و علی مخفوض خفضت، لیکن اگر که بر مخفوض بر مجرور اگر که عطف کردی جرش میکنی. مثلا گفتیم که مررت بزیدین و خالدین و الغلامی، آخرش کسره شد. برای چی؟ برای معطوف کردیم و بر مجرور، بر مخفوض. او علی مجزوم جزمت، پس معلوم شد که عطف در حالت جزم بوده است. مثلا یه آدم میگوید که یه آدم مثلا عطف میکند، عطف کرده حالت جزم. یک مثال برای حالت جزم بیاریم تا اینکه مثالمون پره شود. مثلا یه آدم میگوید که لم یقم، ببینید لم یقم و یجلس، لم یقم و یجلس، دقت بتید، لم یقم و یجلس یعنی چی؟ لم حرف نفی است، آخر فعل مضارع را جزم میکند. لم یقم یعنی که نخست، این واو عاطفه است، پس عطف میکند یجلس رو بر یقم، پس میگیم لم یجلس، یعنی یقم آخرش مجزوم که است به سبب لم، این واو یجلسو بود اصلش، عطفش کرد به یقم آخرش جزم شد، پس میگوید که فعل در فعل همچنین جزم میکند. حرفای عطف چیکار میکرده است؟ فعل در فعل جزم میکرد. لم یقم و یجلس یعنی نه خسته است و نه شیشته است، پس معلوم میشه چی است؟ خواب است، یعنی خواب است، نه خسته است و نه شیشته است. خب از این تو میگه و علی مجزوم جزمت، اگر در حالت جزم اگر عطف کردی، ببین عطف کردی در حالت جزم میشود. اینجا ایرا ما فهمیدیم لم جزم کرده است، لیکن ایرا چی جزم کرد؟ ایرا حالتش این همین عاطفه عطف کرد به جای مجزوم، برای خاطر این هم مجزوم شد. خب تقولو، اکنون مثال میارد، میگوید که تو میگویی که قام زیدون و عمرون، ببین زیدون و عمرون هر دوش مرفوع شد، واو عاطفه در بینشون در اومد مرفوع شد. و رأیت زیدن و عمرن، زیدن منصوب شد و آمد واو عاطفه، پس عمرن منصوبش کرد. و مررت بزیدین و عمرین، بی حرف جاره که اومد زیدین شد، پس آخر چی شد؟ عمرین، واو که اومد عمرین مجزوم شد به مثل زیدین. دقت دادید؟ پس اینها است حرفای عاطفه. پس این حرفای عاطفه با معناهایش، با تفصیلاتش و با مثالهایش، با همین حالت باب عطفم به آخر رسید. بعد از این باب توکید است. باب توکید را ان شاء الله برای درس 11 خواهیم گذاشت. میبینیم درس 11 که توکید یعنی چی. پس ما و شما از
توابع دو تاش رو گرفتیم، گفتیم 4 تا است. دو تاش رو گرفتیم، نعت رو و عطف رو. اکنون دو تا دیگهش ماندگی است، او را انشاءالله درس آینده خواهیم خواند و براتون خواهیم بیان کرد. و با همین درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.